بیت المقدس محاصره کرده. قماندان عمر فاروق رضی الله عنه، ببینید رضی الله عنه، یک کسی گفت بیت المقدس، یک گفت خبر بگیرین که کدام مریض نباشه ما حمله کنیم. توپ و تانک کجا بودن و صدای ضربه شمشیر مجاهدین دل کدام زن مریض نلرزانه. اینه مسلمان عمر فاروق. باز احوال آوردن که در بیت المقدس یک زن است حامله دار است. حضرت عمر مکتوب دادن که حامله دار است حمله کنیم. گفت نه، بار اینکه همون زن کافر، مسلمان نه، زن کافری که حامله دار است مریضیش عامل حمل وضع حمل که کرد باز شما حمله کنین که او مادر طفلش را ضایع نکنه. وای وای اسلام و عمر کجا هستی تو امروز؟ طفل تولد شد، خط روان کرده که یا عمر حمله کنیم، اما یک زن طفل کافر، رحمه سعی کنین، اخلاق سعی کنین، مرحمت رو ببینین. گفت که تولد شده چی کنیم ای عمر فاروق؟ گفت صبر کنین که همین طفل کمی کلان شود. طفل میترسه.